اسباب خیر و برکت در زندگی 7 چیز است. اول تلاوت قرآن کریم. الله متعال گفت و هذا کتاب انزلناه مبارک، کتابی هست که با برکت هست، کسی بخونه برکت در زندگیش میاد، در خودش برکت میآید. دو ذکر الله متعال، کسی که الله متعال را یاد بکنه الله سبحانه و تعالی را یاد میکنه، یعنی با مشکلش رسیدگی میکنه. سه صدقه. الله متعال چی فرمود درباره صدقه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سیومین اسباب خیر و برکت در زندگی ما صدقه هست. کسی صدقه میده یک تاری را در زمین میندازه، از هر دانه 7 خوشه میبراید و از هر 7 خوشه 100 دانه میبراید. یعنی کسی که صدقه میکنه رزق و روزیش بیشتر بشه، خیر و برکت در زندگیش میآید. چهارمین چیز چی بود؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید ادای نماز هست. و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. امر بکو اهلت را به نماز، صبر بکو به نماز، در وقت سختی ها نماز بخوان، مشکل داشتی نماز بخوان، کار داشتی کار ترجیح ندی به نماز خود را ادا بکن، در وقتش نماز را بخوان. الله چی میگه؟ نحن نرزقك، ما برات رزق و روزی میدهیم، ما تو را از نعمات تو را مستفید میسازیم. الله وعده کرده نماز درست بخوانیم. پنجمین چیزی از صبح زود رفتن به سوی کار، یعنی صبح وقت به کار رفتن یکی از اسباب خیر و برکت هست. به کار وقت بریم، یعنی کسی که صبح وقت به کار می روه رزق و روزیش بیشتر میشه، خیر و برکت در زندگیش می آید. بعضی کسا هست می به کار می 8 بجه تنبل هست 9 بجه می آید، یعنی کل روز خود تیر میکنه و اما صاحب کار هم از او راضی نیست، برش موزی سیم نمیده. اگر وقتتر به کار بروه صاحب کار ازش راضی هست، صاحب کار برش مزد صحیح میده. یعنی کاری که انسان در صبح وقت میکنه بعد از بشین نمیکنه، در 10 بجه نمیکنه، یعنی یک برکت خاصی در صبح داره. پس بعد از نماز صبح خواب نکنیم. کسی که کارگر هست به کار خود بره، کسی که تجار هست بره به تجارت خود، ذکر الله متعال را بکنه، تلاوت بکنه، مسیر راه الله را هم فراموش نکنه، وقت به کار خود بره. چقدر زیبا هست. ششمین چیز الله متعال میگه توکل به الله. ششمین چیزی که رزق و روزی انسان را بلند میکنه، خیر و برکت در زندگی انسان میآورد، توکل به الله است. الله چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. چقدر زیبا آیت هست. یعنی الله میگه من رزق میتونم بنده را از جایی که گمان نکنه، لكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. کسی که توکل به الله بکنه و الله برش کافی هست. چقدر انسان وقتی یعنی به الله متعال انسان تکیه بکنه، توکل به الله متعال بکنه، الله متعال با وعدش حق است، باز به اون توکل و اخلاصی که تو به الله داری الله میرسه، به مشکلت میرسه الله متعال. لكن کافی هست که ما قلبای خود را پاک بکنیم، توکل خود را به الله خیلی خوب بسازیم. یعنی وقتی توکل به الله داشته باشیم امید خود را از بنده های الله باید قطع بکنیم. هفتمین سبب ازدیاد رزق و روزی و سبب خیر و برکت را استغفار بر ما معرفی میکنه. کثرت استغفار بعد از توکل به الله کثرت استغفار هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله. الله متعال میگه استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم انه كان غفارا. از الله متعال طلب بخشش بخواهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز 100 بار استغفر الله میگفت. یعنی کسی که استغفر الله بگوید در زندگیش مشکلی باقی نمیمونه. یعنی کسی که استغفر الله بگوید در زندگیش کثرت خیر و برکت زیاد میشه. کسی که استغفر الله بگوید از الله طلب مغفرت بکنه الله سبحانه و تعالی را با مشکلی روبرو نمیسازه. استغفر الله کثرت استغفار و الله متعال وعده کرده میگه استغفروا ربكم انه كان غفارا. اول کسی که استغفار میخواد گناهش بخشیده میشه. گناههای کوچکی که داره، سهو و خطایی که میکنه
بجز گناههای کبیره با استغفار الله متعال دورش میسازه. دوم چی میکنه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یرسل السماء علیکم مدرارا، ارسال میکنه از آسمان بر شما پی در پی باران رحمت، بارانی که از او گیاه میرویه. گاهی اوقات اگر قحطی بیاید، خشکسالی بیاید، چقدر پریشان میشیم که امسال قحطی آمد، گندم 150 بود به 500 رسید. چرا؟ به خاطر قحطی بود. یعنی باران آمدن از آسمان به پایین، این رحمت الله متعال هست و این به خاطر ما بنده ها میآید و ما بنده ها باید استغفار زیاد بگوییم.